پس پذیرش ما این که جانشین خدا باشیم باید صفات رب رو بپذیریم، صفاتی که بنده میتواند از صفات رب داشته باشد. بعضی صفات خصوصی و ویژه خداوند است، اون صفات بماند. یکی دیگر از صفات رب حکمت است، الحکیم. خداوند جانشین احمق نمیخواهد، جانشین کودن نمیخواهد. ما زمانی میپذیریم که بنده خدا باشیم که حرف بیهوده نزنیم، رفتار بیهوده نداشته باشیم، حرکت‌های پوچ و بی‌محتوا نداشته باشیم، چون خداوند از پوچگرایی و حماقت و کودنی بیزار است و شایسته خداوند حکیم و علیم نیست که جانشینی رو معرفی بکند که نه عالم هست و نه به علمی پردازد و نه اهل حکمت هست. پناه به خدا، خداوند مبراست از چنین جانشینانی. خداوند کریم هست، جانشین بخیل نمیخواهد. اگر بندی از بندگان خداوند بخیل باشند، بذل و بخشش نداشته باشند، خیرخواه نباشند، دلسوز نباشند، برای خلق خدا نمیتوانند جانشین خدا باشند، چون خداوند خودشو الکریم معرفی کرده. یکی از نامهای خداوند کریم است، رسولش هم کریم بوده، شاگردان رسولش هم کریم و با سخاوت بودن. بالاتر از این سخاوت که جانشونو بذل بخشش کردن برای دینداری بشریت، از این سخاوت بالاتر دیدید؟ بذل و بخشش مراتبی دارد، کرم داریم، سخاوت داریم، ایثار داریم. بالاترین درجه بذل و بخشش ایثارگری است و خداوند درباره صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. به بالاترین درجه بذل و بخشش و ایثار رسیده بودند. همینطوری که آدم نمیتونه جانشین خدا باشه. یک بخیلی که حاضر نیست، نمیگم مال از خودش جدا بکنه، برای بندگان خدا و دین خدا وقت بذاره، عرق بریزه، قدم برداره، دعای خیر بکنه. بعضی از بندگان خدا اونقدر بخیلن، مال ازشون نمیخواد، میگیم دعای خیر بکنید، فقط برای خودش تنها دعای خیر میکنه، فقط برای اولاد خودش تنها دعای خیر میکنه، فقط برای خانواده خودش تنها دلسوزی میکنه. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهن آدمی.